ترک سنت این گناه است. ترک سنت این مخالفت به رسول الله است صلی الله علیه و سلم. هر زیر مذهبی خمانده بگیم حضرت ابو حنیفه مثال دلیل وجودی خودش میاره که مثلا عبدالله ابن مسعود میگه وای میکنه میگه بخونم که نماز رسول الله خوانده، میگه چگونه پیامبر ما نماز خوند، میگه بگون تو چه خوانده، میگه یک بار میگه برداشتن علی گوش میگه الله اکبر گفت، میگه تمام میگم که خوان. حضرت علی هم حضرت عمر هم همچنین مثلا. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، برادر سوال کرده اند که به ما کسی گفت که به رفع الیدین نماز خواندن جایز است و هیچ باکی ندارد و هیچ مشکلی ندارد. آیا همین درست است؟ بارک الله فیکم. البته این درست نیست. چرا که مشکلی دارد به رفع الیدین نماز خواندن، دو دست را در حالتهای سنتی نبرداشتن مشکلی دارد. ترک سنت این بدعت است. ترک سنت این گناه است. ترک سنت این مخالفت به رسول الله است صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم چلی که در حدیث صحیح آمده است گفتن صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز را ادا نمایید چگونه که مرا میبینید که ادا می نمایم، مثل من ادا بکنید. و از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که امام بخاری روایت میکنند و در امام مسلم روایت شده است و در مسئله رفع الیدین در تمام کتاب‌های سنن و مسند روایت شده است که میگویند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که به نماز شروع میکردند الله اکبر گویند دستشان رو میبرداشتند. فاذا رکع رفع یدیه، وقتی که رکوع میکردند دستشان رو میبرداشتند. و اذا رفع رأسه رفع یدیه، زمانی که سرشان رو از رکوع میبرداشتند دستشان رو میبرداشتند. و زمانی که از تشهد یکم به سومین رکعت میخواستند دستشان رو میبرداشتند. پس بدانید که ترک سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم این مشکلی هست، این گناه است، این کم شدن اجر است. چقدر که عملی انسان مانند عمل رسول الله باشد همون قدر عملش در نزد الله زودتر مقبول می شود. چقدر که نماز شما مانند نماز رسول الله شد همون قدر در نزد الله زودتر قبول می شود. چقدر که نماز شما از نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم متفاوت شد، فرق پیدا کرد، دیگر شد، همون قدر قبول نمی گردد. پس نجات ما در متابعت رسول الله است. درست است کسی که به رفع الیدین خونده است آیا نمازش باطل است یا نمازش نماز است، زیرا که ما رفع الیدین را رکن نماز نمیگوییم، واجبات نگفتیم، رفع الیدین را در نماز سنت گفتیم. کسی که به رفع الیدین خواند نمازش باطل نیست، نمازش درست است، اما اجرش کم است. و کسی که سنت را قصداً ترک میکند البته گناهکار میشود. از سبب جهالت باشد باکی نیست، اما دیده و دانسته وقتی که ترک سنت عاقبتش به گمراهی میبرد. اما وقتی که همین سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم را بد میبیند، از همین غضبش میآید، دانسته از حدیث صحیح از غضبش میآید، البته این کفر است. پس در این مسئله احتیاط باید باشند. بارک الله فیکم.